در اینجا خوانندگان صنف نهم مکتب رقمی 16 نورسانی از خودشان خردتر را تحقیر و توهین میکنند. مقامات پلیس گفتند بعد دیدن ویدیو در پی شدند و معلوم کردند حادثه در ولایت ترکستان شده است. در رابطه با این بدرفتاری با اتهام اوباشی پرونده باز کردند. وضع نورسان خوب است. فقط 2 نفر زیر نظارت طبیبان هستند. دیگر بچه ها در مکتبند. با آنها و والدانشان روانشناسان و جامعه شناسان کار میکنند. رویشان خون نشده است، فقط خراش خورده است. دیگر چیزی نشده است. مادر یکی از متهمان به بدرفتاری از خانواده های نورسان عذر خواست. از نام اهل اویله‌مان از والدان این بچه ها عذر میپرسم. دیگر چیزی گفته نمیتوانم. من بیمارم. کارمندان پلیس قزاقستان نابالغان متهم به جنایت را بازداشت نکردند. رئیس اداره معارف ولایت ترکستان گفت در مکتب ها تفتیشات آغاز شد. با گفته او معلمانی که به این حادثه راه دادند تنبیه میگیرند.